سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم. امروز میخوایم با هم دیگه پنکیک رژیمی درست کنیم. چند تا وسیله قراره بریزیم توش. خب چند تا وسیله قراره بریزیم. اول از بشقابا شروع میکنیم. نه چند تا وسیله قراره بریزیم که این وسیله که قراره بریزیم ما همش باید نسبتا چیزایی باشه که یا پروتئین داشته باشه یا کربوهیدرات پیچیده. خب عرضم به خدمتتون که یا اگر هم قراره چیزی بریزیم چیزی باشه که اصلا شگون نباشه، چه میدونم شکلات نباشه، نمیدونم شکر نباشه، بگو یه چیز دیگه بگو که نباشه توش. قند، چربی نداشته باشه. انباشته. آره. چرا؟ چون این پنکیک رژیمیه. آفرین. خب ارزم به خدمتتون من به جای شکر یا خرما میریزم یا کشمش. خب که کشمش گزینه بهتریه. موز میریزم و 2 تا تخم مرغ و یه لیوان شیر و جوپرک. حالا اگه دلتون میخواد بافتش یه خورده پنکیکی تر بشه، مثلا جوپرکی نباشه تمام، چیکار میکنین؟ یه مقدار بیکینگ پودر. نه اون که باید پف کردنش آرد میریزیم. جوشش آرد میریزیم توش. روغن ترمز میریزیم که خوب کار کنه. میریم میاییم. میتونید گلاب بریزید یا وانیل. بیکینگ پودر. آها اگه میخواید طعمش خورده چیز بشه خاچیک بریزید. خاچک. پودر کاکائو. خب پودر قهوه. یعنی اصلا کاکائو خالص نیست. جوپرک رو تمیز کنید، ولی اولین چیزی نباشه که تو ظرف خالی میکنید. اولین چیزی که تو ظرف خالی میکنید چی باشه؟ آرد. نه تخم مرغ و شیر. آفرین، تخم مرغ و شیر. چرا؟ به خاطر قشنگ هم بخوره، بعد آردوش قاطی کنیم و جوپر. آردی هم که میریزید مثلا تاش 2 قاشق باشه. غذاخوری، چایخوری. قاشق غذاخوری، چایخوری واسه مثلا بیکینگ پودر فلان اینا. اونم فقط نوکش. خب دوستای گلم یه چیزی میخوام بگم، چون ما کیک قرار نیست که درست کنیم، قرار پنکیک درست کنیم. نمیخواد حالا سفید و زردش رو من اینجورمون بعد همه رو یک سره چیز میکنیم، قاطی میکنیم. خب یعنی از هم دیگه جداش نمیکنیم. شیرمونم قاطی میکنیم. باید که قاطی کردیم میریم چی اضافه میکنیم دوستای پشت صحنه؟ وانیل. شما ریختیم وانیل رو اضافه کنیم. فقط من اگه درش رو بتونم باز کنم. آها اندازه نوک قاشق چنگال. من با چنگال اضافه میکنم. زیاد بریزید تند میشه. خب میریزیم. حالا چون وانیل رو پیدا کردم دیگه گلاب خیال میشم. میتونم الان بیکینگ پودرم اضافه کنم یا اینکه بذارم با آرد اضافهش کنم. یه خورده حالا علل حساب اینو هم میزنم. بچه الان میخوام موز رو اضافه کنم. تیکه های موز رو خورد میکنید. موز رو تیکه تیکه کنید و همه صدات میاد فریاز نمیکشی. موز رو تیکه تیکه که کردین بریزین توش و قشنگ خوردش کنین که کنجد بریزین. میتونید گردو بریزین ولی خب ما الان کنجد میریزیم که فکر میکنم خیلی خوشمزه‌تر میشه. و پودر کاکائو استفاده کنم؟ نه خوشمزه استفاده کنم. نکنم تلخ میشه؟ آره اگه تلخ
این پودر کاکائویه یو خوشمزه میشه. من ریختم. چه کنم؟ بریزم یا نریزم؟ بخونم یا نمونم؟ میتونم با 2 تا ظرف رو تقسیم کنم؟ دیگه یک کدوم نریز رژیم نریز. کی میگه بریزم کی میگه نریزم؟ دست بالا مساویه. نریز. چیکار کنم؟ دیگه نریزم؟ خب باشه نمیریزم. کشمش رو بریزم. بچه این جدا شکر نداره خب، ولی شما میتونید شکر بزنه. عسل آفرین عسل اضافه کنید. چه میدونم عسل یا مثلا شهد اضافه کنید. دیگه چی میشه اضافه کرد؟ پودر قند یه مقدار. نه بافتش باحال میشه، بهتر از شکره، نه فرق نمیکنه. خب بچه جوهرکی که تمیز کردین اوکی شد، پاک کردین و یواش یواش قاطی این کنید، آروم هم بزنید و یواش تو قلبم نونه کردید. داخل صحنه هم بزن. امین بیا تو صحنه، امین بیا تو صحنه، امین بیا تو صحنه، امین نمیاد تو صحنه، باران میاد تو صحنه، باران میاد تو صحنه. آیس باقر سلام. اینو هم بزن دوستان. میگم نمیخورین دیگه، فقط من میخورم. من توش یواش دارم میکنم 2 تا قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنم. هم بزنم یکی دیگه هم. خب همینقدر بسته. حالا بیکینگ پودر یعنی پنکیک به سبک منه ها قشنگ. همه کیک پزا الان زیر سوال میره. بیکینگ پودر رو میریزیم. بچه همونجوری که میبینید نگاه کنین یه بافت مثلا چیز داره دیگه، شبیه پنکیک، مواد پنکیک نیست چون جوپرک داره توش. خب هم میتونید تخم مرغش اضافه تر کنین و یا هم میتونید آردش رو اضافه تر کنید. خب حالا میریم که بریزیمش توی تابه. این قشنگ داغ شد. یه دونه رو امتحانی میریزین که ببینین اوکی میچسبه نمیچسبه. بچه من اینو ریختم به صورت همون قاشقی ریختم، ولی مثل پنکیک های همیشه که بافتش فرق داره تمیز در نمیاد چون جوپرک داره خورده بالا پایینی توش هست، یعنی اونقدر شبیه کوکو میشه مثلا، ولی شیرین نیست. بچه این واقعا بوی خوشمزه‌ای داره ولی کاش که شیرین هم میبود. آها یه چیزی هم که هستش، چون جوپرک داره داخلش یه مقدار باید شعله‌ش رو کمتر کنیم بزنین قشنگ جوپرکی بپزه. خب یعنی خام نباشه توش، یه جوری نباشه. بعد این تعدادش زیاد میشه، میتونیم بعداً توی یخچال بذاریم 3-4 روز داریم میگه قشنگ میتونیم بخوریم. اگه بدمزه بودم بگه خوشمزه بشه. بدمزه بود؟ شیرین نیست دیگه جوپرک داره توش، جوپرک یا میتونی با عسل بخوری. عسل بخوری که نفهمی، ولی تو رژیمیه فقط جلوت معده‌تو میگیره چون جوپرک قابلیت اینو داره قشنگ سیرت کنه. روش عسل بریز فکر نمایش تحضیمه عسل لامصب ببینه انقدر زیاده میتونی تا صبح بخورین که یه دونشو بخورین دیگه نمیخورین. خوبه باید تو شیرین نیست مزه گوه نه اوکیه کاملا این زن خوروش اصلا بریز بخوریم نه اصلا کاملا رژیمیه. بعد چون داخلش کشمش هم هست اصلا حس میشه شیرینی، یه سوک شیرینی میکنه. خب نه حقیقت رو دیگه چرا موقع اونجا کردیم به عنوان نون باید بهش فکر کنیم و بخوریم.
به عنوان شیرینی جان. خب بچه خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو با من بودین و اینکه یه چیزی اگه از این سبک محتوا مثلا آشپزی تو آموزشی تو دوست دارین تو کامنت رو بهم بگین که مثلا ویدیوهای بعدی هم باز از این کارا بکنیم و اگه دلتون خواست بکنین اگه دوست دارین سابسکرایب کنین این کار ما رو بکنین اگه نکردین که نکردین و اینکه خدا یار و نگهدار شما باشه.